درباره قضا داشتن و روزهای مستحب و روزهای مکروه و حرام صحبت خواهیم کرد. المسئله الاولى، مسئله اول، قضاء الصیام، قضای روزه. میفرماید اگر مسلمان به عذر روز از رمضان را بخورد، بر او واجب است که نزد الله سبحانه و تعالی توبه کند و استغفار نماید، زیرا این گناه بزرگ و عمل نادرست و ناشایسته و ناشایم است. همچنین بر او واجب است که به سوی پروردگار بعد از توبه و استغفار کردن آن روزه ترک شده را بعد رمضان قضا بدارد و قضا داشتن این روزه در این حالت برای فوراً لازم است. برای آنه که به خاطر آنه که برای وی اجازه نبود، جایز نبود که این روز را بخورد. این اصل است. برای همین روزه باید در وقت خودش ادا شود. اما اگر با عذر روزه را خورده بود، مثل اگر زن در حالت حیض و نفاس قرار داشته باشد یا که بیمار، مسافر و دیگر عذرهای شرعی، بر او واجب است که آن روزهایی که خورده بود آن روزا قضا بدارد، ولی قضا داشتن آن فوراً نیست. بین این قسمت و قسمت اول، اگر به عذر خوردی فوراً قضای آن را بعد رمضان بداری، اگر با عذر باشد فوراً قضای آن بر تو واجب نیست، بلکه انسان میتواند تا رمضان آینده این قضای را از دوش خود برداشته کند. اما بهتر و مستحب است که قضا را تأخیر نکند. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که برای زود پاک کردن نفس خود، ذمه خود و احتیاطی بالا را پیشه کردن، شاید چیز پیش آید که او را از روزه گرفتن باز دارد، مثل بیماری و غیره. اگر قضا را با رمضان دوم به تأخیر اندازد و عذر داشته باشد، پس بعد از رمضان دوم قضا می‌دارد. اما اگر به عذر قضا را تا رمضان دوم تأخیر کند، بر او واجب است که هم قضا را ادا نماید و هم یک مسکین را با آن روزهایی که خورده بود خوراک بدهد. و قضا داشتن روزهای شریف رمضان، ماه رمضان، پی در پی شرط نیست، بلکه میتواند پی در پی این روزها را روزه بدارد یا پراکنده. چون الله سبحانه و تعالی فرمودند: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. پس هر کی از شما بیمار یا در سفر باشد، پس روزهای چند روز دیگر رو بگیرد بعد از رمضان. یعنی سوره بقره آیه 184. الله متعال در اینجا پی در پی بودن را شرط نگذاشت. اگر شرط می بود حتما ذکر می نمود. این است مسئله اول.